آقا یه چیزی بهتون بگم پرتون بریزه. ما میایم جایگاه کارتمون رو میزنیم داخل ارزم بزرگتون کارتخون بنزین بزنیم. میزنی چی؟ به صورت صحیح دوباره دم بیاری یه بار دیگه میزنی ببین به صورت صحیح میخوره. میبینی خدا این چشه؟ به صورت صحیحه. از متصدی سوال میکنیم میگه آقا این کارت ما به صورت صحیح میخوره؟ میگه مدارش سوخته، نمیدونم روش نشستی فشار اومده، هزار تا چیز بهت میگه. برو میگه بسوزونش. خب حالا ما میخوایم بسوزونش، ولی قبلش یه نگاه به این کارت بکن. ببین من این تو نور که بگیرم ارزم بزرگتون الان باید دیده بشه. آها اون سیاهی دوره چیزو میبینید سیم کارتو یه خط سیاه رنگه، اون معلومه رد یه شعله است. معلومه هر کی بوده یه دونه این کارتو نزدیک 7 ثانیه بهش دادید و این کارتش هک شده، سیم کارت عوض شده و هیچ کاری هم نمیشه کرد. معمولا پمپ بنزینه این کارو میکنم. یه بار نگاه کنید به صورت صحیح میخوره. یه بار دیگه اینجا نگاه کنید. بذار من بیارم پایین‌تر این رد شعله رو میخوام ببینیم. آها میبینی این رد شعله دور اون سیم کارت، این معلوم جای فندکه. این کارت هک شده. این کارت یعنی سیم کارتش جابجا شده، هیچ کاری هم نمیشه کرد. تنها کاری که شما میتونید بکنید اینه که به هیچ عنوان کارت سوختتون رو به هیچ کس ندید. وقتی بدید این داستان ها پیش میاد. این کارت سوخت دیگه باطل شده. بری پلیس به اضافه ده هم بگی آقا آخرین سوختگیری رو در بیاره آی فلان بیساره، به هیچ جا نمیرسی. فقط زحمتی که میکشید کسی کارت ازت خواست گفت بده بشورمش، بده تمیزش کنم، ایراد داره فلانه، 7 ثانیه کارت به کسی بدی اون کار دیگه مال خودت نیست، مغزش عوض شده. یا علی